چرا 33% مردم فکر میکنن خلاقیت فقط برای هنرمنداست؟ واقعیت چیه؟ خلاقیت یه اسم قلم به سلمبه نیست. جادوی هر روز شماست. بعضیا فکر میکنن خلاقیت یعنی کشیدن یه شاهکار یا اختراع یه چیز خیلی بزرگ. ولی خیلی ساده تر و باحالتر از این حرفاست. یعنی اینکه یه روز عادی رو فراموش نشدنی کنی یا یه ایده کوچیک رو تبدیل به یه چیز بزرگ کنی. تا حالا کسی رو با یه شوخی خندوندی؟ تو یه بازی غرق شدی و گذر زمان رو نفهمیدی؟ این یعنی ذهن شما داره نفس میکشه و اونجاست که خلاقیت بیدار میشه. لازم نیست شرایط بی نقص باشه تا شروع کنی. گوشی داری؟ یه استودیو تو جیبته. یه خودکار داری. 1000 تا داستان تو سرته. صدات چی؟ دنیا آماده است که گوش بده. پس یه ویدیوی کوتاه بساز. یه عکس از یه زاویه جدید بگیر. افکارت رو ضبط کن. یه جمله صادقانه بنویس. بذار دنیا ببینه تو فقط یه مصرف کننده نیستی. تو یه خالقی. از هیچ معنا میسازی و از دل روزمرگی لحظه های خاص خلق میکنی. دنبال چیزی میگردی که تو رو متمایز میکنه؟ جوابش همین الان تو ذهنته.